اگر جای او بودی تو هم فرار نمی کردی؟ اما او ایستاد. این یکی از همان داستان‌هایی است که بهتر بود هرگز شنیده نشود. چیزی که آن شب دید هیچ آدم عاقلی باور نمی کند. سالها پیش در حدود سال 2010 در یکی از روستاهای سرد و دورافتاده شمال افغانستان زنی زندگی می‌کرد به نام محجوبه. زنی قوی، صبور، اما همیشه در چشمانش سایه‌ای از غم دیده می‌شد. شوهرش چند سال پیش از دنیا رفته بود و او 4 فرزند خردسالش را به تنهایی بزرگ می‌کرد. مردم روستا همیشه از سخت کوشی‌اش حرف می‌زدند، ولی بعضی هم در گوش همدیگه می‌گفتند محجوبه از چیزهایی خبر داره که بقیه نمی‌دونند. محجوبه هر صبح پیش از طلوع آفتاب در سرمای استخوانسوز زمستان از خانه بیرون می‌رفت تا با چند زن دیگر در کارگاه کوچکی در آن سوی روستا کار کند. اما آن سال زمستانی بود که هیچ کس هرگز فراموش نکرد. برفی عجیب، سنگین و خاموش. انگار از آسمان نه دانه‌های برف بلکه سکوت و مرگ می‌بارید. شبی از همان شب‌ها همکارش زهرا در خانه‌اش را زد و گفت محجوب جان، فردا محل کارمون عوض شده. ساعت 5 صبح میایم دنبالت. یادت نره دیر نکنی. محجوبه سر تکان داد و در را بست. آن شب باد عجیبی از میان درز پنجره ها میپیچید. صدایی مثل ناله زنی از میان کوه میآمد و سگ‌ها بی‌وقفه می‌جفیدند. با این حال او خسته تر از آن بود که نگران شود. صبح بعد وقتی هنوز هوا تاریک بود و تنها نوری که دیده میشد روشنی کمرنگ ماه روی برف‌های ضخیم حیاط بود، صدای کوبیدن آرام درآمد. محجوبه شال سیاهش را دور سرش پیچید و به سمت در رفت. بیرون زنی ایستاده بود که چادر بلند سیاهی بر سر داشت. زیر نور مهتاب فقط بخشی از صورتش پیدا بود، اما همانقدر هم کافی بود تا محجوبه او را بشناسد. زهرا همکارش بود. گفت راه بیفت خواهر، دیر میشه. محجوبه بدون حرف در را بست و دنبالش راه افتاد. برف تا زانو می رسید. هوا ساکت بود، خیلی ساکت. حتی صدای سگ‌ها هم قطع شده بود. محجوبه سعی کرد پاهایش را دقیقاً در جاپای جلویی بگذارد تا کمتر در برف فرو برود. در ابتدا جاپاها کوچک و منظم بود، اما هرچی جلوتر رفتند پاها بزرگتر شد. اول کمی، بعد بیشتر. انگار جای پای یک مرد قوی هیکل بود، نه یک زن. او چیزی نگفت، فقط کمی مکث کرد. باد سردی از سمت کوه وزید و صدایی آورد که شبیه زمزمه کسی بود که نامش را صدا می‌زد. قلبش شروع کرد به تند تپیدن. باز هم جلو رفت. حالا هر جا پایی تقریباً 2 برابر اندازه پای خودش بود. خم شد تا بهتر نگاه کند و همانجا خشکش زد. جاپاها به جای رد کفش پنجه‌های شبیه حیوان داشتند. انگار رد چنگال روی برف مانده باشد. و همانجا نفسش بند آمد و هر چی در تاریکی به جلو نگاه می کرد اما چیزی نمی دید. آن زن سیاه پوش دیگر جلویش نبود. فقط رد پا بود که به سمت دشت سفید و بی انتها می رفت و در مه ناپدید می شد. محجوبه بی اختیار یک قدم عقب رفت. ناگهان از همان مسیر جلویی صدای نفس کشیدن خشن آمد، نزدیک، درست روبروی او.
اما هیچ کس دیده نمیشد. با تمام توان برگشت و دوید. برف زیر پایش میلغزید و نفسش به خسخس افتاده بود. صدای قدم‌هایی در پشت سرش می‌آمد. سنگین، آرام اما منظم، مثل کسی که قدم‌هایش را دقیق در رد پای او می‌گذارد. وقتی رسید به خانه، با دست‌های یخزده در را باز کرد و خودش را داخل انداخت. در را کوبید و قفل کرد. چند لحظه پشت در نشست و به نفس افتاد. سکوت، تا اینکه دوباره در زده شد. محجوبه با ترس به در نگاه کرد. صدای آشنا گفت: محجوبه، خوابی؟ من هستم زهرا. اومدم دنبالت بریم سر کار. پاهای محجوبه از ترس سست شد. با صدای لرزان گفت: زهرا، تو همین الان نبودی؟ زهرا با تعجب گفت: نه خواهر، تازه رسیدم. محجوبه در را باز نکرد. فقط از پشت در گفت: زهرا، اونی که نیم ساعت پیش اومد، اون تو نبودی؟ سکوت کوتاهی شد. بعد زهرا به آرامی گفت: نه، اون آدم نیست، جن برفیه. اون چیزیه که بعضی شبا تو برف دنبال تنهاها میگرده تا ببرشون با خودش. خوب شد برگشتی، وگرنه ممکن بود بلایی سرت بیاد. و همان لحظه باد سردی از سمت کوه وزید. در لرزید و صدای ناله‌ای ضعیف در هوا پیچید. صدایی که تا سالها بعد هر زمستان وقتی برف میبارید مردم روستا میگفتند هنوز شنیده میشود. صدای زمزمه اون زن که از دل برف کسی را صدا میزند. محجوبه،